اگر کسی در دنیا خیانت کنه 1000% بفهمه که به خیانت گرفتار میشه. اگر کسی در دنیا صداقت کنه 1000% بفهمه که در دنیا برای از صداقت میشه. به ناموس کسی نگاه کردی، انتظار داشته باش که به ناموس تو نگاه میشه. انتظار داشته باش. به فرزند کسی دست درازی کردی، توبه کن، مگر نه به فرزند دست درازی میشه. میگه یکی از شخصیت ها دیگه، اگر به این داستان ها و به این بحث ها بپردازیم از اصل میمونیم، میگه یک کسی بود به عمر خود به طرف نامحرم نگاه نکرده بود، به عمر خود نامحرم را ندیده بود. میگه یک روزی به بازار متوجه یک زن نامحرم شد. میگه وقتی که ای به خانه آمد، زن ازی گفته که فلانی امروز چه کار کردی؟ امروز چه کار کردی؟ گفت هیچی. گفت نه خوب فکر کن امروز چه کار کردی؟ گفته چرا، علت چیه؟ گفت علت اینه که 20 سال یا 10 سال میشه که خودتو زندگی میکنم، از این دکانی که به کنار مانه و همسایی مانه من میرم بعضی وقت سودا میگیرم، سر دکاندار پایین انداخته و سودا رو میده به دستمه و قطعا تا به حال نه من او دیدم و نه هم او مر به او حالتی. اگه من او دیده باشم ولی او مر تا به حال ندیده. ولی امروز سودار وقتی که به دستم داد طرف من یک نگاه کرد و یک تبسمم کرد. امروز بگو که چه کار کردی؟ میگه او خور به سجده انداخت و گفت خدایا توبه کردم. گفت امروز من به طرف یک زن نگاه کردم. خیلی مهمه برادران عزیز و بزرگوار، خیلی مهمه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که و ما ظلمونا، ای کسانی که دست به خیانت دراز میکنید، به رشوت و قمار و سود و زنا و لواطت و بالاخره به گناهان گوناگون دست دراز میکنید، و ما ظلمونا، به ما ظلم نمیکنید، به ما قطعا، به خدای تبارک و تعالی قطعا ظلمی نیه، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکه شما به خود ظلم میکنید. هر کس به خود ظلم میکنه. الدنیا مزرعه الاخره که امیر گفته شده که انسان در دنیا میتونه به خود بهشتی بسازه، میتونه جهنمی بسازه. همین دنیا را الله فراهم کرده که ای انسان مسیر بهشت و مسیر جهنم، وسیله بهشت وسیله جهنم، هر کدام میخوای سوار بشو. در دنیا دو تا موتور استاده، یک موتور انسان رو به جهنم میبره، یک موتور بالاخره به کجا؟ به بهشت. هر کدام می سوار شو، بلیت هر کدام میخوای بگیر، خود تو صاحب اختیاری. اما ای که به راه ظلم و ستم قدم بگذاری، با الله هیچ ظلمی نکردی، بلکه ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکه برای خود ظلم کردی.